مرا به تشکیلات قبول کردن برادر. به تشکیلات تنها مرده تان لازم بود از خانم. راگا دبله راگا زودتر سردیه راگا زودتر مادر جون با من گوش کنید. مرا در نزد درآمدگاه تپه گرگان انتظار شوید. خوب شده است. مسلم تو با من بیا. ما برای خوراکه میرویم. فهمو. بچه را احتیاط کنید. مایلش. راگر میگویم راگر. شما برادر مرا نکشید. قربانتان شوم. زنی را که فرستادن میخواهی که بودنش را میدانی شما؟ زن از دهه خودمان است. نامش زلال. برای به تشکیلات همراه شدن خواهش زیاد دارد. زلال مادری برفین. او حالا هم زنده است؟ بله سینون. زن در دهه است. احمقان ناهوده برا یک زن را کشتن نتوانستند. آن زن به ما لازم نیست. شما او را پران. سینون امر کرد که شما را کشم. این کار را نکنید. قربانتان شوم. من به شما چی بدی کردم؟ تشکر زیاد. برای نجات دادنتان از شما قدردانم. به کجا می روید؟ با من کمک نمی کنید؟ شما به سرم بلا آوردن می خواهید. به خانه‌تان روید. میلش می روم. لیکن از برای خدا با من کمک کنید. دخترم در دست آنها. من نیز برای دعوایمان جنگیدن می خواهم. به من راه نشان دهید. قربانتان شوم. به من کمک کنید. پگاه با ورگینیز به خانه سبا روید. با اونجا از شهر آدمانی که به تشکیلات همراه شدن میخواهند میآیند. اگر با آنها همراه شوید به کوه برآمده میتوانید. سلامت باشید شما. با این لباسهاتون سینون شما را نبیند. اگر شما را شناسد هم شما و هم مرا زنده نمیگذارد. کجا سرم کجا آروم شدید آقای حبیب. آروم بده که خواهینون نمیسپارم. همش خوب می شود. زودتر باشید زودتر. من شغل تو ماند من باید روم. با این احوالاتون با هیچ کجور نمیروید آقای حبیب. زخمتون بسیار وزنین است. ای خدا اینها کجا شدن؟ چی شده است آقای دکتر؟ آقای حبیب سخت یارادار شدن. حیاتشون در خطر است. سزای شخصی که خودش تنها با تشکیلات مبارزه بودن میخواد همین است. زنی بیچاره چه کار کند؟ با خود پسرش کرده است. باید شما صدیرای خائنان میشدید. اما هر وقتی که آنها بده هم میآیند شما با کجای غیب میزنید. از دست من چی میآید دکتر؟ من با خود لشکر دارم که رفته با آنها مبارزه برم. زودتر زیرا زودتر. آمدم آقای طاهر. ای خدا. آقای حبیب کجا شدند؟ نجاتت میدهم کجا؟ پسرم کجا؟ مادر جون کجا؟ مادر جون من پرانا بگویم نفهمی دامت ناظر. مادر جون نجاتم کجا؟ دامت ناظر بگویم. مادر جون اینجا را میگویم
خدا را شکر تو رو یافتم. خدا را شکر. برو برداره. من هیچ کس نمیدیم. در اینجا چی گفت هست؟ وای 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 وای. و من دو خروز لازم بود. مرد خودش آمده. کنی خیز نمیدیم. تو حالا هم نموده؟ هیچ کس نمیدیم. مادر جون نمیدیم. خیز از جای کمشا از اینجا کس میگویم رو از اینجا میگویم رو این شب از اینجا نمیفهمی رو از اینجا رو میگویم دست شب خوب شد کنی و کجا برین طرف گم شود بشنی را گرد دویا مادر جون باید زن زورتان نمیرسن را گرد باز نمیخیزد زودتر خدایا من چیکار کنم؟ دردم رو به کی گویم؟ بغیر از این دیوارها به کی گویم؟ خدا این چی روز است؟ همه درها برایم یک به یک محکم شده ایستادم. اکنون من چیکار کنم؟ خدایا من چیکار کنم؟ نه، نمی شود. دخترم را نجات می دهم. اگر مرا کشند هم او را به دست آنها نمی دهم. گیجه دروده گیجه. فهمیدم قمدان فورا مکانمون را عوض میکنیم. همش رو فهمیدم. چی شد سینا؟ همتون آماده شوید زودتر. قرارگاه را عوض میکنیم. زودتر حسنی زودتر شتاب کن. چیزی نیست. کارهای هر وقت در اینجا مدت زیاد ایستادیم. اکنون مکانمون را عوض میکنیم. باید زود از اینجا رویم. تو هر چیز زودتر به قرچای رو در آنجا انتظار شو. هم آدما را جمع نموده و قرارگاهی 4 بر آنجا کلان است. چیزو 4 ما رو بردن نمیتونیم. در همونجا ما میخوریم. رو خیر که چه مجده بنردی من که چه دختران رو بدیده قرارگاه میبرد. تو هم آدمان را جمع کن. من وظیفه که چه را اجرا میکنم؟ بله اجرا میکنی. تو از که چه کمی داری؟ بچهش از تا چی کار؟ کنی زودتر زودتر کنی زودتر نغمه نکنید میرویم. خوب شده است. اپای بفید برداره چی میخوایی؟ مرا نشنوختی؟ تو کی هستی؟ این نام بکری بیسته هوی. نه تو رو نمیشناسم. آنها یاریده. یاردم کنید بچه ها. اپای هوی اپای هوی آقای توحید آقای توحید چی شد دیلو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من به شما کمک کردن میخواهم. لازم نیست. تو به نقطه تی برو. میلش میروم آقای توحید. آپای هاوی آپای هاوی آپای هاوی آقای توحید زودتر به اینجا. آپای هاوی آپای هاوی آقای توحید بیایید. آپای هاوی زنده است دیلو کمک کن. نقطه تی بیمی بردار. حاضر شما صحنه چه می نویسید؟ بله آلدو. ممکن است من هم در آن بازی کنم؟ حالا چیزی گفته نمیتوانم آلدو. حاضر تنها کودکان رو آماده میکنم. اگر نشد خفه نشو. میلش میلش
هیچ کم نه. خودتان کسی رو خواهید گیرید. لیکن از شما یک خواهش دارم. چه خواهش؟ با قزبان هیچ چیز نگویید مایلش. یگان تایتان نمیگویید. همه تان رو فهمیدید. آفرین به شما، آفرین. سلامت باشید خانم معلمه. این آلدو باز به کجای خرج زد؟ این پنهانی از من چیکاری میکند؟ گیو من بیخبر میمونده باشم. خیلی میخنده ما که آلدو. اما پشت بوم. آلدو؟ آلدو؟ چی میخوایی؟ کنگوی از کجا میبینی؟ کارچی از ینجا میآیم. چی خیلی کارنچی؟ تو به چی کار مشغولی آلدو؟ کارچی گفتم. تو گپی خوب را نمیفهمی ها؟ میفهمم. با من گوش کن آلدو. بچه ها کنی باپه قزبانتان گوید از کجا میاد؟ کنی گوید خرطا بازی. کودکان را هم مثل خودش کرده است. حالا جواب این کارت رو میدهی آلدو؟ کمشی هست؟ خونی خیلی زیر رفته است بابا ابراهیم. با درون میدارونیم. رفتیم. بایسته همه چی تو آموده من شو بایتر. آهای دختر. اگر همین قوتون رو صرف نکنید خودتون را عذاب ندهید. پسرانم را میخوام. بکریم را خواجم. کجاست؟ آهای دختر پسرانم در کجاست؟ آهای دختر آنها را یابید. راگا بردار خودت را بکنی. دیدی در کجا میگردی؟ تو رو انتظاریم. در راه ترما فرامد. بخیر است اینون؟ ما قرارگاه ما رو عوض میکنیم. از اینجا میرویم تا هم زود آماده شد. خوب شد است اینون. برای که دستان او را بستید کلی کشاید. زودتر شامدی قهرمان. تو مثلی پدرت قهرمان میشوی. من قهرمان شدن نمیخوام. شما دروغگویید. شما تنها با آدم کشی مشغولید. آی سگ بچه از حوزه زبانت دراز شده است. عربت تو بردارید خوین تو دارم اینجا از این دوتر چاپ سگ بچه اگر جون گم شود اینجا. خوین گم شو رفتیم دیشتر زودتر نبض بیمار گم شد آقای طاهر. دل از کار ماند. خدایا مدد کن. کوشش کنید اپای حدید. دل و نبضش رو سنج. اپای حدید التماس. اپای حدید. دیدی با بچه ها گوی همینجا کم استراحت میکنیم. خوب شده سینون. یک از در آن طرف ایستد. تو با بالا برا. تو باشی در آنجا ایست.
در اینجا چیکار میکنیم؟ ما چیکار کرده استادیم؟ ما به اخها اگر حالا در استانبول میبودیم در جای تینجی و آسوده هم ماهی بریان میخوردیم، همراه آینه همون خوشندانه زندگی میکردیم. نپرس پدر و مادری من در کجا باشن. آنها را چنان یاد کردم که آنها در کجا ما در کجا و ما چی وعده های داده بودند ما در چه احوالیم. بچه این آماده را دیدی؟ او رو بشر میفرستم برای ترکاندن بمب. یکی از دخترها اول برید. شما بناموس‌ها، سگ بچه های لعنتی، دودرم رو با شما نمیگذارم. تپش دلش رو گوش کن. کمی کمی دیگر. اپای خدای التماس رو با ما برگردون. آقای طاهر بس کنید، کوششتان بیفایده است. شما کاری از دستتان آمده رو کردید. آقای طاهر خواهش میکنم نتوانستم. نه پسرانش رو نه خودش رو نجات داده نتوانستم. وقتی مردنش رو قید کن دیلا. مایلش. دلش میتپد. آقای طاهر دلش میتپد. خدا شکر راست دلش میتپد دیلا. خدا شکر. ما او رو نجات دادیم دیلا. بله آقای طاهر. میروم پسرم. شاید دیگر اصلا بر نکردم. اگر بر نگشتم حقیقت را اصلا نمیفهمی. مرا آغوش کرده مادرم گفتنت را نمیشنوم. باز شمایید در اینجا چی میکنید؟ چند بار گفتم که شما رو دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم. کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید؟ به هیچ کجا نمیروید. در جایتان شنید. تا سبب این کارهایتان رو نگوید نمیروید. بگوید خانم زلال چرا با من کمک میکنید؟
چرا دویم از پسم میگردید؟ سببش تنها با من کمک کردنتان است؟ همین خیر، این چه خیلی خوبی بود است که من نمیفهمم. زینب رو از من چرا جدا کردید؟ چی مقصد داشتید؟ من از شما جواب رو انتظارم. چرا این کار رو کردید؟ گپ زنید خانم. تو برای چی گریه میکنید؟ چرا پیوسته صحبت کردن میخواهید و خاموش میایستید؟ تو فرزندی من هستی، تو براتی من هستی. اینش باز از کجا برآمد؟ چی گفتن میخواهید؟ مادرت من هستم پسرم. شما چی گفتنتون رو میدونید؟ کی بودن پدر و مادرم با شما معلومات خانم زلال؟ آنها پدر و مادری تو نیستن. خدایا با من صبر ده. چند سال قبل تو را به مصطفی قماندان دادم، برای از بیشاگی ها نجات دادن، برای از دوای خون نجات یافتن. آقای مصطفی و خانم رابیه تو را تنها به وای رسانیدن پسرم. با شما باور نمی کنم. برات ایست پسرم، به مادرت گوش کن. این سفسطه رو گوش کردن نمیخواهم. پس چرا خانم رابیه با هر بهانه تو را از اینجا بردن میخواست؟ گزن برای حقیقت را نفهمیدم، لیکن حالا من حقیقت را به تو اثبات میکنم. با من بیا. ببین، این عکس کیست؟ این عکس من است. شما این رو از کجا گرفتید؟ یک چند سال پیش خانم رابیه فرستاده بودند. این خطیم رو دارم. مادرت منم، او تو رو به وای رسونی. این ممکن است. حالا هم باور نمی کنی ها؟ انا ببین چی نوشته است؟ برای 9 سالش شد خانم زلال. برای او خواهد نشد او را جون پسر خودمان با وای میرسازیم. اکنون باور کردی پسرم؟ پسر جانم، جان و جیگرم. این چی خیلی می شود؟ باورم نمی آید. یعنی سببی همه کفایتون همین بود است.
بخیر است. بیشاگه ها تو همینجا من پسرم. آنجلو باز از من چی میخواهی؟ چی خواستن ما را خود میدونی؟ جایی برات رو با ما گپ زن. برات مرده است. دروغ میگویی. زنده بودنی برات رو میدونی. ما پسرت رو گفته ایستادیم. پناه داشتن از بفایده است. البته او را میابیم. اگر جایش را نگویی تو را میپرانیم. برات مرد میگویم. نمیفهمید؟ زنی دروغگوی. پسرت را یافته در پیش چشمانت میپرانم. فهمیده گیر. دویمو با شما تهدید میکنند. همش از برای من. باید به آنها حقیقت رو گوید. حقیقت رو گفتن در کن. وگرنه آنها شما رو آرام نمیگذارند. نه پسرم. آنها نباید دانند. نباید. آنها باید دانند. تو دیوانه شده پسرم. من نمیگذارم که از برای من شده شما رو دویم ناراحت کنند. پسرم برو. پسرم تو چی کار میکنی؟ باید به این دروغ خاتمه دهیم. بیشاگی ها تو را میکشند. نمیتوانند. بیشاگی ها از من بسیار چیز قرض دارند. برو پسرم نرو. آقای حامد چه میخوایی دکتر؟ شما برات رو میجویید. بله. ایست منو ها نگوی. یک حقیقت رو دانم مادر. برات این منم. برات تو هستی؟ جلال راست میگویم؟ بله. پسری با خماندان دو داشت من هستم. باید به دعوای خونی بینمون بوده خاتمه دهیم. آقای حمید شما من رو میشناسید. انسانی بد نبودنم رو میدونید. این چه خیلی عرف و عادت بود است که شخصی از یگان کن خبر نشده رو جزا میدهید. عرف و عادت ما همین است. بخون ریزی این دعوا خاتمه نمییابد. من به خوبی و بدی تو کار ندارم. اگر برا تو باشی میمیری. خونی پسرم به جواب نمیمونه. رفتیم پسرم. رفتیم برات. این ناممکن است. نخواست طاهر برات باشد. خودش آمده گفت. خودش. چرا نشسته ای حامد؟ برای به جا آوردن عرفمان چرا انتظاری؟ برات پیدا شد. او را به خطر رسان. پدر طاهر رو نکشید پدر. و چند بار با ما خوبی کرد. من رو از مرگ نجات داد. شما رو هم نجات داد. آخر طاهر شما رو هم نجات دادمک. خونی پسرم به جواب نمیماند. اون مثل پسرم میبیند. این کارو نکنیم. گناه هست پدر. بیلاب چه گناه داشت؟ گناهش چی بود؟ چرا مرد؟ حالا باشد نوبتی او هم میمیرد. سرده زینب سرده. نکشید فراری کار. نکشید پدر. اول باید رفته برفین رو نجادی هم مادر جان. بعد خطیچه رو میاریم. بعد همه از این ده هم میرویم. چیزی شما خواهید همان رو میکنید مادر جان. فقط شما زیغ نشوید. براتم پسر جانی من. یگانه آرزویم تو را و خواهرانت را سرجم کردم بود پسرم. خدا مددگارت باد. خداوند ما را دیگر از هم جدا نسازد. برفین رو گرفتم میارم مادر. خواهید نشوید. پسرم با دقت باش. بیشاگی ها رحم ندارن. به خدا تو رو میپرانم. نه ترسید مادر. هیچ کار نمی کنند. زیغ نشوید مادر.
و نزدیک چیکاری که خودتون گفتید از اینجا می رویم. بیسرم زیلال این کار را نکن نکن معلوم شوه نه فراد میگویم نه فراد خون بیشترم به جواب نمیمونه. برات باز شمایید در اینجا چی میکنید؟ با شما نگفتم که شما را دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم، کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید، و هیچ کجا نمی روید. در جایتان شنید تو سببی کارهایتان رو نگویید نمی روید. گوش کن پسرم، از من نرنج. من تو را مثل براتم میدونم. برای همین به تو مهر بستم. کاش دستگاهی برق رو زودتر تامین کنند و از این تاریکی خلاص شویم. آقای طاهر، اگر بیمار رو پرسی احوالش خیلی وزنین است دیلو. چرا این گونه مناسبت میکنید؟ بس کن دیلو، تو سببش رو خودت نغز میدونی. خواهش میکنم دیگر در این باره گپ نزن. من تنها خواستم. شو دیلو، با گذشت صلوات سببی جداگی من و زینب گشتی. من در کجایم؟ در نقطه طبی اپای هوین. آقای دکتر، پسرم را بردن همین طور نه. گوش کن، خاموشی. اگر خاموش استی کسی به تو ضرری نمیرسونه.
نغمه نکنید. تو هم رفته با اون حکومت کن. مایلش ادار چای ریز. تشکر. تو اینجا بیا. اینجا بیا. دست اون طرف رو پاسبانی کن. در اونجا کسی نیست. خاموش کجا؟ از این جمله بریزیم. اکا جون نزنه برو. نزنه یا لعنتی. نزنه اکا جون. بس کن. انا بچو. نزنه. نزنه درو. اکا جون. مرا رسید. تو خدا کی هستی که با من دست ببرداری ها؟ کنه اینجا بیا. اینجا بیا. چیگه پس دیردن؟ دادرش را گریزاندنی بود. آی بی‌عقل، حالا تو ما را پسند نمی‌کنی ها؟ انا با تو خواهی پسری خواهی. انا با تو ابلهیده بکر میمون بیرکشم. میمون من بنازی جنابی سبا میروم. تو از بچه ها چشم نکن. فهماسینو خیلی رفتیم. خیلی فارگرد رفته. مرا جیغ زدید. با اینجا بیا. از این بیا. لبای جناب. خودت میدونی که تو رو اونقدر دوست نمیدارم، اما وقتهای آخر با کارهای کردت دقتم را جلب نمودی. ندارم جناب. حالا باشد با تو یک سپارش میدیم. امر نمایید جناب. خاموش است. اگر گفته هایم را به کسی گویی با دستان خودم وقوعیت میکنم. دانستم. پروا نکنید جناب، بینمون میماند. حاضر به دهه آبی کلان نزد شما میروی. او آدمی خودمون است. با اون میگویی که به دهه آبی کلان رئیس ناحیه می آمده است. تشکیلات باشد از او خلاص شدن میخواهد. بگذار یکی از آدمانی ده او را پراند. با او گوی که یک تیرزن ماهر یابد. از این کار نباید کسی خبر یابد. اطاعت جناب. اکنون میتوانی روی. لبای جناب. به من نگر. تو را زیر نظارت میگیرم. فراموش نکن. رو. فهمیدم جناب. جناب اکای سینو. وای 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 وای. خوش آمدی سینو. خوش آمدی. خوش آمدی. مرحمت دوستم گذر. شین. خوش آمدی دوستم. هیچ خوش نآمدم جنابی سبا. بخیر است دوستم. کارها اونقدر خوب نیستن جنابی سبا. من بعد آدمان سادگی یافتن و مردم را با خواهش خود به تشکیلات همراه کردن خیلی دشوار می شود. از این پس دیگر به تشکیلات باور نمی کنم. بعضی اشون 30 سال باز همراهند، لیکن حالا هم به تشکیلات باوری ندارند. به خدا اگر زیر دستانت تا کجا دوام یافتنی کار را پرسند، این برای ما خوب نیست. برای دهان آنها را بستن تنها یک راه است. یک چند نفر را در نزد آنها به قتل میرسانی. انا بعد میبینی چی میشود. راست میگویید. دیگه تنها دردشانی نیست. ما این آدمان را از خانه و درشان محروم کردیم. آنها پدر و مادرشان، زن و فرزندشان را پزمان شدند. اگر به اینش هم مانع شویم به خدا پرتافته میروند. هیچ کاری کرده نمیتوانیم. برآمده میروند. در آنجا خانم ها نیز هستند. با آنها مشغول شوند همه چیز را فراموش میکنند. لیکن من از دیگر چیز خوف دارم که خلق ما را دستگیری نمی کند. باید به این کار دقت جدی داد.
حتی در زد و خورد نه آنقدر کلان به خانه هایشان مرده فرستادن لازم. راهی دیگری نیست. شما نادرست فهمیده جناب صباح. در کوه شرایط بسیار بد است. خوراکه های افلاس، تازگی نیست، هوای خنک، هر گونه بیماری ها. بسیارشان از تیر نفرت دارند. آدمان راهی گریختن را می جویند. مادامی که احوال چنین است کار خوب نیست سینان. اگر باوری نباشد دعوا هم نیست. نخواد کسی یافت نشود که دعوایمون را دستگیری کنند. من گفتنیم که یک فدایی دارم. او را به شهر فرستادنیم. این خبر را در شبکه های تلویزیون خبر دهند. مردم درباره ما حرف میزنند. بعد کار آسان می شود. تو خاطر نشو سینان. پگاه یک سردارمون می آیند. سخنهایت را با اون می گویم. آن طرفش را خودشون حل می کنند. بده های آبی کلان رئیس ناحیه می آمد است. فرمان دادم که یک تیرزنی ماهر را پیدا کنند. فردا کار رئیس ناحیه حل می شود. نقشه کشیده تشکیلات هم عملی می گردند. ای خدا بابا ابراهیم بخیر است رئیس؟ با خدا نمیدونم بخیر است یا نه. رئیس ناحیه به ده همان می آمده است. بگذاریم به پیشوازشون تیاریم. گفتنیم که بابا ابراهیم رو گرفته او رو پیشواز گیریم. من هم به نزدش آمده بودم لیکن امروز جمعه است. بر وقتتر به مسجد رفتم. بیا رفتیم از مسجد او رو میگیریم. نماز جمعه بابا ابراهیم رو خسته نکنیم خوب میشود. بعد او رو جیغ میزنیم. هر دمون پیشواز میگیریم. خوب میشود، بسیار خوب میشود. من اونقدر آدمان شهر رو نمیفهمم. ایستید رئیس. رئیس ناحیه اول مکتب رو دیدن میخواد. اگر خواهید من به معلم خبر میدم. من باشم رفته یگان خوراک آماده میکنم. دیگر این اوضاع یافتن دشوار شده است. در وقتی درکاری یافت نمیشود. رئیس آرام شوید. آقای دکتر، اگر از آمدن رئیس ناحیه تشکیلات باخبر شود میترسم که او را میکشند. خدا نگهدارت. اینطور نگویید. آنها از کجا خبردار میشوند در حالی که ما خود حضور آمدنشان رو فهمیدیم؟ شاید خبر یابند. از آنها ترسیدن لازم. پس پسی کار شو. رئیس ناحیه برای چی به دیامه اومده است؟ فهموشمو پروا نکن. برای به تشکیلات همراه شدن و به نزد دخترم رفتن باید یکان چاره یابم. نترسید منم. این چیست اومد؟ این ریش مویله بی ساخته از حالای زیلو. از کجا یافتی اینها رو؟ اما که رجب برای معلمه آوردن. در مکتب صحنه‌چه بازی میکنه. نفس بابایت در خانه؟ نه، آن کس به مسجد رفتن. وقتی نمازی جمعه است. من به درس میروم. اگر خواهید در آمده شید. تشکر مرد، تو به درس رو. اگر بابا همینجا می بودند یکان مصلحت می دادم. وقت کم ماند. من چطور به خانه جنابی صبو می روم؟ اینها چندی می ایستن؟ 15 دیرت میگیره. نه نمیشود. از 20 کم نمیشود. خسته نباشید. تشکر خاله جلو، تشکر. شنیدم برای معلم ریش و مویله بیسون یا آوردی؟ مردم؟ من هم میخرم. باز دارید؟ نه ندارم. همه با معلمه دادم. دو روز انتظار شوید و شما هم میورم. نه من وقت ندارم. بخیر از خانم، شما اون را چیکار میکنید؟ هیچ چیز. هم تو میخرم. این رنگش رو بین چه خیلی میخرد یا نه؟ درس امروزمون به آخر رسید. وظیفه های دودم رو تا پگاه تیار کرده بیایید. میلش معلمه. معلمه ممکن من سرباز قهرمان شوم؟ نه، چرا تو مشده ای؟ سرباز قهرمان من نشوم. یک دقیقه صبر کنید. هر دویتون هم ایستید. در این نمایش قهرمانی اساسی من میشوم. شما باشید شاید یاردبجی های من بشوید. چی؟ آلدو، من حالا یکون چیز ننوشتم. نمیدونم برای تو یکون نقش میموند یا نه. خودت میدونی که این صحنه رو من برای کودکان آماده کردنیم. معلمه در این صحنه چه سربازهای دشمن همه شوند. بچه ها آروم شده. حالا یکون چیز معلوم نیست. خواهش میکنم. معلمه ممکن است من قماندان شوم.
قزبان بچه کنها یکون چیز نمیزی بس قبزان اپای قزبان ها مرا جیغ نزده نه من با شما رو شان میدیم من از اینها شکایت کردن یا معلومه یکون درشان مرا به نمایشنامه دعوت نکردن زیخ نشب قزبان من خودم برای یکون چیز مینویسم سلامت باشید معلومه کنیم رو ببنده ببنده این کار کردنتان عیب است. من خودم وظیفه ها رو تقسیم میکنم. صحبت کردن میتوانیم زینب. تو آمدنی من جنجال نکنی فهمو؟ آوازه تو رو نبرد. زینب از چی سر کردنم رو نمیدونم لیکن اگر اجازه دهی همش رو به تو فهموندن میخورم. طاهر خودتان رو عذاب ندهید چیزی رو ایوت کردن نمیشود. زینب ایستا گوش کن. باز تکرار میکنم طاهر از این پس بهتر است که همدیگرمون رو نبینیم. رئیس نوحیه میگوید زینب از احوال مکتب خبر میگیرید. معلمه بیش مویلب رو کسی دوزیده است. چی خیلی دوزیدن؟ تو چه ها میگوی عمر؟ اکنون مرا کسی نمیشناسد. به خانه جنابی سبو میروم. انا آنها میآیم. کدامی از آنها رئیس بکن به خدا نمیدونم. عیب میشود. عیب میشود. آقای رئیس. سلام علیکم. خوش آمدید رئیس. خوش باشید. خوش آمدید آقای رئیس. من رئیس دهه آبی کلان شهباز. این کس باشد دکتر دهمان است. نور و صفا آوردید. سلامت باشید. شمایان چه حال دارید؟ ولی زودتر. نه زحمت نکشید. ولی میشود ما این رو برای شما بکنیم. تشکر. این طور باشد مرحمت کنید استراحت کنید. این هم در راه وقت زیادمان را صرف کردیم. وقتمان خیلی تنگ است. تا تاریک شدن هوا باید به ناحیه برگشته رسیم. قطعا یک پیاله چای میگیرید رئیس. روی گرم رو تنگ. آقای رئیس شاید اون قدر خوب نباشد لیکن اول از مکتبی سوخته همون دیدن رو سر میکردیم. البته باید حتما مکتب رو ببینیم. کاری من رفته چای می‌نوشیم ها؟ البته میلش. مرحمت خودم رئیس. بعد از مکتب نقطه تیبی رو با شما نشون دادم. بعد این رسوی هول دیدن تو چیزا. همش رو حل کنید. این طرف. مرحمت کنید. شما با تعمیر راه مشغول. مرحمت. شاید این آخرین دیدارمون باشد پسرم. خدا نگهبانت باد. من به نزد خواهرت میروم. این کودک اصلاح می شود. می بینی؟ کنی گذر شین. با او نگرید. شین ابله. شلاق میخواهی؟ کنی شین. گذر خوجه شین. این مجده خیلی رحمدل بوده است. بله با سخن خوش ما را از خانه‌اش می برارند. مجده
تو برا ما با خویجه تنها صحبت میکنیم. آماده شو شیر بچه، تو را برای تیاری میفرستیم. پس از 2 ساعت آمده تو را میبرند. چه تیاری؟ باز چه تیاری میشد؟ تیاری جنگی. برای از تو جنگاوری خوب ساختن تو را با بهترین تعلیمگاه میفرستیم. من تروریست شدن نمیخوام. چه گفتی؟ چه؟ تروریست؟ این چی گپ است؟ کی گفت که ما تروریستیم؟ تو را فریب دادند. ما تروریست نیستیم بلکه مبارزیم. این را ساکت نبرار، فهمیدی؟ من خوندن میخوام، آدم شدن میخوام. چه ما آدم نیستیم احمق؟ شیر شما آدم نیستید، قتیلید. من بزن فکر نبرارید، ما تروریست نیستیم. کسی که در اینجا همه مبارزم. چیزی که ما گفتم همان رو میکنی ابله. ده ساکی لب نظر خاموش. هر چیزی که ما گفتم همان رو میکنی. یکون خرطی نیست. آواز بچه را میشنوی؟ اگر این بچه با اونها همکاری نکند او را میکشند. آنها خودشان را عذاب نمیدهند، برای دعوا خودشان را قربان نمیکنند، بلکه برای حد زندگی میکنند. ما باشیم در زیر ظلم و تهدید. اگر دهان ما را کشیم در حال به قتل میرسند. وای بر حالی کسی که با آنها زید میبراید. زید نبرای هم عاقبتت مرگ است. نه برادر، نه. در اینجا جانمان یک تنگ قدر ندارد. السلام علیکم. خوش آمدید. این دختر من. خوش آمدید آقای شما هم خوش آمدید. مرحمت بشینید. همدردی من را قبول فرمایید خانم معلم. تشکر آقای رئیس. چند پیش آقای دکتر با من مکتب را نشان دادند. خیلی کوشش کردیم لیکن احوال رو دیدید. احوالش متاسفانه هیچ خوب نیست. بله راست میگویید. دیهامون به مکتبی نو احتیاج دارد. پروا نکنید خانم معلم. هوا که گرم شد البته مکتب را هم میسازیم. راست محترم رئیس، ده به مکتب نمیشود. البته نمیشود رئیس. مکتب و معارف این آینده جامعه ما میباشد. البته میسازیم. یک بار مسجد را هم گوید رئیس. از بانش آب میچکد. گویا که به مسجد میرفته باشی. بله، سعید روز میگوید مسجد جهاد. یک بار گوید رئیس. گویا هر روز در مسجد باشه. ای کاری مسجد را یک طرف بذارید. خدای توبه، شما چه میگوید رئیس؟ مسجد ده نیست، بعضی کمبودی ها دارد. مایلش حاضر رفته میبینیم آقای دکتر. وقتی نماز جمعه هم رسیده است. یک بار نماز آن را هم میخوانیم. قول میدهم و قریبی هم شما و هم شاگردانتان صاحب مکتب خوبی میشوید. سلامت باشید آقای رئیس. فرمودید خانم معلم. مرحبا. السلام علیکم رئیس. مرحمت. خوش باشید. تشکر. مرحمت بذارید. ببخشید من باید طهارت کنم. مایلش بله، طهارت کردم دکتر. من دوی رو پای به طهارت میگردم. همین طور نه الدا؟ بله راست، لیکن من یکم بار طهارت کردنتان رو ندیدم. الدا بسیار شوخ است. مرحمت به طهارت خانه دارید. مرحمت بذارید. سلام باشید. گمان میکنم رئیستان به طهارت نمیگردد. شاید همین طور است. رفتیم. برادران عزیز، مسلمان ها مثل وجود یک انسانند، چون که اگر در وجودمان یگان درد یا زخم پیدا شود تمام دیگر عضوها با او کمک میکنند و روی تبابت کردنش همهشون به حرکت میدراید. آن عضو را زیادت حساب کرده بریده پرتافتن نمیخواهم. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما هم از روی ایمانمان برادریم و هم از روی مکانمان مثل عضوهای یک بدن با هم پیوسته‌ایم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. وظیفه اساسی ما به عضوهای ضرر دیدمان کمک کردن است، نه آن را بریده پرتافتن. باید یکدیگرمان را دستگیری کنیم. فقیری را نیست کردن، ملتچگی را از بین بردن لازم است. باید با همدیگر دست به دست شویم. تنها با این را می توانیم به دشمن غالب آییم.
به خانه سبا از شهر آدمانی تشکیلات می اومدند. با آنها همراه شوم. آن طرفش آسان. شما چه میگید مادر جان؟ با تشکیلات همراه شده چی کار میکنید؟ برفینم را به دست آنها نمیگذارم. از تشکیلات آدم گریزاندن آسان است مگر؟ به دست رفته شما رو میکشند. بگذار مرا کشند. بی فرزندانم خودم را مرده حس میکنم. او بو ابراهیم سرداری ده مانده باشد. خیلی دانشمندند. خوش آمدید. به دهمان خوش آمدید رئیس. تشکر بابا. به دهمان بار اول است که رئیس ناحیه میآید برادران. بار اول است که ما به دیدار رئیس ناحیه مشرف می‌گردیم. همکاری با دولت خیلی خوب است برادران. با خدا راست میگویی. سلامت باشید. آقای ابراهیم شاید سببش از حال یکدیگر بیخبر ماندن باشد. از این پس همه وقت وعده میدیم که همراهتان میشوم. اگر یگان کمبودی باشد مرحمت مراجعه کنید. همه این نارسایی و کمبودی ها را همراه حل میکنیم. انشالله رئیس. ما مردم دوستداری دولت و وطنمان هستیم. شما هم با ما علاقتان را نکنید. جناب رئیس دهه ما یک دستگاهی برقدهی کهنه ندارد، اما خیلی کهنه است، کار نمی کند، یعنی ویران است. یعنی گفتم میخوام که دولتمون از این باخبر باشد. الدا حالا وقتی همین گپ هاست مرا ببخشید. الدا راست میگوید رئیس. در دیها قوهی برق نیست. وعده میدهم که این هم در مدت کوتاه حال خود را می‌یابد. سلامت باشید. سلامت باشید. آباد باشید. خوبم نگرانم. سلامت باشید. معلوم می‌شود که آمدنم را فهمیده سوء را پیشکی تشکیل کرده. معلوم که جاسوسانشان خوب کار میکنند. در همه جا آدم دارند اینها. از همه چیز باخبرند. اینها خائنند. خلقمان را با همین خلبازی‌هایشان پراکنده کردند. اما آنها دیگر این کارا کردن نمیتوانند. با اجازت شما. اجازت از شما برای خوش آمدید آقای خوش آمدید. سلام باشید. خدا نگهدار بابا. چیه بابا کمی دم. چیه. خوب هستید بابا ابراهیم؟ خوبم پسرم. نفسم کمی تنگ شد. شاید خونم خورده باشید. من حاضر رفته برای شما دارو میارم. بچه ها شما همراهی بابا باشید. من رئیس را گسل کنم. نروید مادر جان، شما رو میکشند. یک بار هم رفته بودید مگر برفین رو آورده توانستید؟ قریب بود شما رو میکشتند. اوه دخترم، تو نمیفهمی چه من در غمی فرزندانم میسوزم. حتی از مرگ نمیترسم. اگر مبادا رفته بر نگردم. مادر جان به نزد برات رو. بگو همش رو نقل کن. مادرت برای تو زندگی کرد گوی. مادرت به خاطری تو سالها در سینه‌اش زنگ مانده گشت است گوی. به قبرم آمده یک بار مادر گوید بس است. این سراغ خلای زلال است. مادرم برای چی با خلای زلال مکتوب نوشتند؟ خانم زلال
این سیر تا مردن در بینمون میماند. اگر حالا طاهر این مکتوب چرا دریده است؟ در بین خالای زلال و مادرم چه سیری بوده میتواند؟ چرا مادرم این مکتوب رو نوشتند و لیکن نفرستادند؟ شاید وقتی از ده رفتن اون رو دادنی بودند. اما این مکتوب سال 1984 نوشته شده است. اون وقت من 6 ساله بودم. اون وقت مادرم خالای زلال رو از کجا میشناختند؟ در بینشون چی سیر باشد؟ دیدید از چهار کسی ناومد؟ البته میآید. بغیر از انتظاری دیگر چاره‌ای نداریم. مادر شما چطور با اونها رفته همراه میشوید؟ مگر شما رو نمیشناسند؟ انا وای اینها را برایم میچسبانم، هیچ چیز نمیشود. این چیست مادر؟ به خدا مادر جان کاری خوب نمیکنید. اگر جنابی سبا شما رو شناسد چی؟ چیکار کنم دخترم؟ مجبورم. کنی بیا بایرام، وقتی رفتنت شد. با پدرت سلام رسان. مایلش آقای دکتر، برای همش تشکر. جنابی سبا شما رو هم جغ میزنن آقای دکتر. مرا؟ بله. من رفتن نمیتوانم، بیمار دارم. گفتم که به شما بر نگردم. مادر جان دیدید برات میآید. او در اینجا چیکار میکنم؟ خوش آمدید. شما روید، من حاضر میآیم. رفتن گیره. با این طرف میآید مادر جان. بیا رفتیم. خالای زلال، از شما یک چیز میپرسم خالای زلال. امروز از جزندان مادرم یک مکتوب یافتم که چند سال پیش برای شما نوشتند اما نفرستادند. مادرم در خصوص یک سری بینتون بوده نوشتند. اون رو دونستن میخوام خالای زلال. چه سیر است؟ من از کجا میدونم پسرم؟ من از کجا میدونم؟ رفتیم خدیجه. وای خوش آمدی، نور و صفا آوردی دختر. کنی شیر بچه من اینجا بیا. صحت شدی؟ شکر خدا. کنی بیرام رو گیر. خوش آمدی دکتر. مرحمت گذر. خوش آمدی دکتر. خوش آمدی. مرحمت. مادر جان از اون تشکیلات اومده ایستادند. صحبت عزیز رو با شما شنیدم. مادر در حقیقت با مرد مونان شدید. رفتیم خدیجه، دیر نکنیم. خدیجه در کجایی؟ بیایید زود پنهان شد. چرا جواب نمیدی؟ نشنیدم. چقدر نشنیدی؟ رفتن زود سلاح هم رو بیار. زودتر. رفتی مادر جان. تشکر دکتر، پسرم را نجات دادی. از این پس درم همیشه برای شده است. یگان خدمت باشد گپ زن. تشکر جنابی سبا. هر وقتی که با شما هم لازم شوم گوید میگویم. این از آن توست برای خدمتت. سلامت باشید. این رو گرفته نمیتوانم. یعنی چی خیل؟ هدیم را قبول نمی کنی؟
نرنج جناب سبو، این رو قبول کردن نمیتوانم. من سلاح رو دوست نمیدارم. این گپا چی معنی دارد؟ در این جایها به سلاح هیچ کار حل نمیشه. خون ریختن چیزی رو حل نمیکنه جناب سبو. ببخشید این هدیه‌تون رو گرفتن نمیتوانم. مایلش خودت میدونی. آقای دکتر رو به دهش برید. خوب شد از جناب. لازم نیست خودم میروم. مرحمت. مرا نشناخت. در حقیقت مثل مردم شده ای. چطور شناختن؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ این آدم کیست؟ از دهه ما به تشکیلات همراه شدن میخواد. به خانه جناب سبو میبردم. مایلش تو به خانه رو، من او رو میبرم. کنی رو گفتم نمیشنوی، رو تو با من بیا. خدا مددگارتون بود مادر جان. جناب از شهر برای به تشکیلات همراه شدن آدمان میاد. حیوان خانه تو حیوان. من چیکار کردم؟ از دکتر شنیدم رئیس ناحیه صحت و سلامت از ده برآمده رفته است. گناهی من چیست جناب؟ آدمی یافته شما کار را اجرا کردن. اما تو گیر نه جناب، اینها برای بکو برآمدن آمدن. اپای زینب لابای اپای دیلا آمدند. با تو گپ زدن میخوام زینب. میدونم که از من رنجیده ای. تو دوستی نزدیکترینم هستی زینب. زیغ شدنی تو رو نمیخواهم. مرا ببخش. پدر التماس به دیلا گوید که با او گپ زدن نمیخواهم. این خیلی نکن دخترم. عیب است. خوب نمیشود. عیب نیست، خوب میشود. او رو دیگر دیدن نمیخواهم. زینب شنیدی؟ دیگر دیدن نمیخواهد. دیلا دخترم، احوال زینب بد است. با کسی گپ زدن نمیخواهد. میفهمم اما که حمید. و خدا خفن نشو دخترم. او چیزی مینویسد و میپرتوید و فیلم چی نوشتنش رو عمیق نمیداند. سرش گرم شده است. این قاصد خیلی دیر کرد. باید بر وقت میرسید. از دست اینها چیزی نمی آید. چی گپ شد؟ هجوم کردن. نه گریختن. دو نفر گریختن. همه یک جا از پسشان چرا داره؟ کاری زود باشه. داره. گریختن نمانه. درا کرده. اکا تو میگریزم کجا؟ از اینجا میگریزیم.
بیا خوجا بیا رفتیم دو زودتر ایستد میگویم دو نیست ایستد میپرانم دو خوجا دو نیست ایستد پایم پایکم گردی از پیشانیش پران آقای جنون چه میخواهی مجده؟ بچه اونا بدو رو زده گرفتند چی؟ دیدی؟ زود رفته آنها را دارد خوب شد دارد دیدی؟ پسری خودی تیر نرسد او لازم است با دقت باش دیگرش را نیست کنید ملسینا تو پراکنده شوید آنها را دستگیر کنید اینها را گیرید جسد این خواهینها را بردارید سلاح ها را هم گیرید کمی زودتر زودتر برایم زودتر خوب هستی خوجا خوبم مکن خوبم تو چی؟ جای جراحتم درد میکنن لیکن هیچ گپ طاقت میکنم از اون طرف روید آنها رو محاصره میکنید اون رو دستگیر نکنم دکه تو گریز خوجا تو چی؟ من رو فکر نکن خوجا نه اکا تو هم بیو تو رو نمیپرتویم رام گفتم راست بده هرم خم شوید رام خوجا رام بکری دستین جا تو را نبکشید میردم تازه افترم مالش بدی رفتن بسیم بیردن سلاحش را گرفته کیسه‌اش را خالی کنید رفته به سینان خبر رسانید مالش بدی خودش را به غار پرتایید ما به جستجوی دخترش می رویم با من بیا راست چی حال دارید پهرین؟ از پسرانم خبری هست آقای دکتر؟ حالا در این باره فکر نکنید شما باید دم گیرید نترسید آقای دکتر تا پسرانم را نبینم خدا جانم را نمیگیرد آنها رو میبینید البته میبینید دیلا در کجا بودی؟ به نزد زینب رفته بودم آقای طاهر. به نزد زینب؟ بعد این حدیثه ها بود به کدام روی به نزد او میروی؟ به خفه شدن حق دارید آقای طاهر. هرچی گوید حق هستید. اما باور کنید هیچگاه غمگین شدن هر دویتان را نمیخواهم. من رو ببخش تو رو رنجوندن نمیخواستم. چی ایلاج کاری شدگی شد دیگر کاری کردن نمیتوانیم. اما که امید گفتن که احوال زینب خوب نیست. غیر از این یک صحنه چه نوشتن میخواهد میتوانید از این استفاده برید و با او آشتی شوید. من به درون درا زودتر. سینان برای تشکیلات جنگ آورانی نو آمدم. خب مجده آنها را گرفته به غار ببر. مایلش سینان
یافتنی راه گردد زودتر. جناب سبا گفتم که یک کودک فدایی بود، باید دورو برم. تو به دهر برگرد پگاه بیا. چرا؟ چیزی فرمودم همان را کن احمق. چه حق داری که از من حساب بپرسی؟ مایلش کماندان زودتر ببخشید. و این غار داره زودتر. چرا نگاه میکنید احمق؟ مرا نشونیدید کنی زود داره. کنی زودتر داره. زودتر زود باشه. سینام چی گپ شد؟ کودک در کجاست بردن؟ روانیش رو پرانده و ما خوردیش رو نیافتیم. گریخت ابله. دیده در کجاست؟ از پسی کودک رفت. مرکز از ما کودک فدایی میخواهد. باید آن کودک را با آنجا فرستیم. در یک میشه زدن گم شده لعنتی. شما چرا برگشتید؟ بدی چی این فرمود؟ بدی هیچ عقلش کار نمی کند. گویا شما با او خلل میرسانده باشید. کنی شما هم روید و ده هجوم کنید، کودک را بیارید. قماندان تو ما ده همه رسیم که تاریک می شود. دفم را دو نکن دردن. این کودک به من لازم است میگویم نمیفهمی. این کودک بر نگردید. روید. دیلو بله آقای طاهر فهمیدم. دیر نشده است مگر آقای طاهر؟ بگو برم چی؟ نه شاید خوب نباشد. حاضر بر مایلش میبرم. آقای دکتر مرا نجادید. خیز بیا. مادرم همینجایند. آقای دکتر مرا نجادید. از پسم هستند. آمده مرا میبرند. آرام شو خوجا. مادر در درون است. کسی تو را نمیبرد. از دستی آنها چی خیل گریختی خوجا؟ اکا در کجاست؟ من گریختم اما اکا هم نتوانید. او را پراندن. آقای دکتر او را کشتن. آرام شو خوجا. آرام شو. گریه نکن. مادرت نباید از حال بکری خبردار شود. فهمو؟ خیز خوجا خیز. و درون درویم. درو. اپای حالین؟ اپای حالین؟ اپای حالین نگاه کنید کی اومده است؟ خوجا پسرکم. خوجا پسرکم. پسر جانم بکی در کجاست؟ برای چی نامد؟ می آید. بکری هم می آید اپای حالین. بله مادر جون اکا هم می آید. البته می آید. شما غم نخورید. پسرکم پسرکم پسرکم. مادر جون. دکتر
خواهش میکنم فرزندانم را از جا گرفته برید، آنها را به مکتب دید. مایلش رو بیاوین، مایلش وعده میدیم که میبرم. زودتر برید آقای دکتر، برید، وگرنه باز اومده میبرن آنها رو، مییابن، فرزندانم رو میبرن. به شما گفته بودم دکتر، خدا پسرانم رو با من نشان داده جانم رو نمیگیرد. صد شکر خدا جان. صد شکر پسرانم رو به شما امانت میدیم. امانت دکتر، امانت. مادر جون من رو تنها نگذارید. مادر جون مادر جون من رو تنها نگذارید. مادر جون من اکنون تنها چی کار میکنم؟ مادر جون من چی کار میکنم؟ مادر جون خوش آمدید پدر. خوش باشه دخترم. چی شد پدر جون؟ دیلا آمده است، بعد تو گپ داشته است. تشکر اما سلامت باشی. برای چی آمدی دیلا؟ من به تو گفتم من این رو برای تو آوردم. این صحنه چرا آقای طاهر نوشتند؟ وحدت ملی. من هم به نمایشمون چنین نام گذاشتم میخواستم. کنی زودتر برایت. کنی مجده زودتر. گذارید. صف کشید. زودتر. صف کشید. صف کشید. اینها کی هایند؟ جنگاورند؟ دزدند؟ معلوم نیست. مگر آنها آدمان درست را نمی‌یابند؟ با آنها مبارزه برده می شود مگر با این گونه آدمان دولت ساخته می شود. نامی تو چیست؟ زبیر. به فکرم تو را می شناسم. تایرات‌های تقدیم. فیلم سال 2011 در مکتب پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکیه و تاجیکی گردانده شد.